بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام. الحمدلله امروز من خدافت در کیار زمین عید است، خیسندی است، شادی است. بیان انشاءالله خطا نمیکنه. انشاءالله روز عید در خانه الله سبحانه و تعالی. الحمدلله تمام موسفید و تمام جوانان امروز الحمدلله خدافت خدمت الهی هستند. بیادت شکر به خداوند. شکر میکنیم که الله سبحانه و تعالی این جوانان را خدافت خدا کشو قوت شدی. انشاءالله در این کاری ما خدا خودش برکات عطا کنه. الحمدلله ما امروز خدافت بالایی خدافت یعنی تدول انشاءالله محکم کردن انشاءالله خدافت ادامه دارم. الله علم تقریبا تمام انشاءالله خدافت جوانا هرچند انشاءالله خدافت موسفیدای عزیز خدافت امروز خدافت در خدمت الهی هستن. الحمدلله بیادت شکر خدافت خداوند. شکر گذاری میکنیم با آفریدگار خدافت همه جوانای کیار زمین محبت خدافت به خانه الله دارن. بیادت شکر به حساب شکر خدافت. میگن که انشاءالله خدافت بسیاری آدم ها انشاءالله برای این مسیر آبادیش انشاءالله خدافت بالا مسیر ریختن حرکت کرده شدن. الحمدلله بیادت شکر و خداوندی مهربان امروز همه جوانان برای این خداوند کسی قوت بیاد خدافت انشاءالله میکنیم خدافت به نزدیکی مسیر ما خدافت روز از روز رنگش خدافت انشاءالله دیگرگون می شود مانده نشین انشاءالله. الحمدلله بیادت شکر خداوند همه محله ها کیف انشاءالله اشتراک دارن برای خانه الله سبحانه و تعالی. بیادت شکر گذار باشین انشاءالله خداوند سنجر مونده نشین. خب برداشت ما یک صحبت تکلیف میکنیم انشاءالله خدافت. الحمدلله اول مونده نشین انشاءالله خدا کسی قوت و تیاد شما هم خدافت. اکثرا سخن میکنیم درباره خدافت همیشه روزای نیکنده. این مردمی هوشیار بینید. الحمدلله قدم مبارک این صندوق حکمت های شما جامعه عمل پوشیده ایستاده است. الحمدلله بیاری هوشیار با شما با اهل محله میفخرد. این را بینید که جوانان و پیران و مردم هوشیاریان در از یک گریبان سر برآورده برای آباد ساختن خانه خدا، برای آباد ساختن این مسجد تاج محل چنان جد و جهد دارند. این مردم عزیز میخواهند که آینده جوانان عزیزی هوشیاریان در اینجا آمده عبادت‌های خود را بگذرانند. آینده امید دارند که اینجا یکی از مسکن‌های میشود که شهرت و شرف و شان دیار هوشیار را بلند میبردارد. باوری دارم که جوانان آباد مهنت خود را دیده، آبادی اینجا را دیده، فخرانه قوه میگیرن و پیش میروند. من باوری دارم که هوشیاریان علک قدم مبارک اولین رو با آخر میرسانند. شرف به مردم، شرف به جوانان. ایرایم عمری دراز کرد، رزق فراخ کرد. پند و حکمت های کلان سالان برای جوانان یک راه حیات خوب را قدم میگذارد. آمین آمین. شما هم خدا رو برادر شو قوت انشاءالله. انشاءالله خدا همه سیار زمین را خدا در مسجد ما عید است گیم خطا نمیکنیم. آفرین. انشاءالله این حشر خلقی حال هوشیار به 9000 اهالی اشتراک کند، از 9000 یک محله اشتراک دارد. این فخر و سعادتی ما انشاءالله خدا. حالا آینده نگاه کنید که قامت این بینای محترم، قامت این بینای خدای مهربان همه را شاد و ممنون میسازد. آمین آمین انشاءالله. الا گفته شما خداوند جامعه عمل شد برادران. الحمدلله تو مستفیدان در اینجا من حضور دارم خداوند. بله گفتگی سخن کتی خداوند یعنی چو قوت داده در این جوانان را الحمدلله بیادت شکر. کاری ما ادامه دارد خداوند. امروز است سحر است انشاءالله خداوند. این بالای مسجد خداوند انشاءالله برای محکم کردن یعنی
کوچ و قوت دارن. الله سبحانه و تعالی و این جوانا همیشه تنصیت خاطر جمعی آنانی که از دور و نزدیک، از شهرهای تاجیکستان، از قرقیزستان انشاءالله، از قزاقستان، از ازبکستان خداوند انشاءالله برای منی مسیری ما کمک دارن. الله سبحانه و تعالی عمرشون و رزقشون در خاندانشون در کسب و کارش الله برکات عطا نماید. الله همون سفرهای کردن، سفرهای با برات به یک مقصدهای حاصل شده به خاندان به وطنی عزیزشون برگشتن الله نصیب بدارد. البته این خرسندی ما ادامه دارد. عزیزان من همیشه شاد باشین، خرم باشین تا انشاءالله خداوند صحبتی دیگر در پناه الله مهربان باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان من میبینین انشاءالله نیمی خداوند انشاءالله خانه الله خداوند پر شد. به عدد شکر الحمدلله. الله مهربان خدا خواهد و مقصدهای خداوند اساسی همه آباد کنیم، از این دنیا گذاریم انشاءالله. ارمان نداریم. یگانه مسئولیتی که خداوند و گردن گرفتیم نزد الله، نزد خلق عزیز نام باشد. الله خدا خواهد اینا کنیم و خداوند از دنیا گذاریم. صد جهان انشاءالله خداوند ما راضی هستیم. روزی می شود انشاءالله که دنیا را ترک نمی‌کنیم انشاءالله. خداوند دیدم هوشیار شو که دم همین است، دیدم موندی یقین جای از زمین است. الحمدلله. من موسیقیدوی عزیز هر روز دور میزنن در این اطراف راه. یک دعا میکردین خداوند با جان در حق خداوند مسافرها، حق همین وطن عزیز برادران خداوند یک دعا کنید. دعای شما خداوند معتبر است. آمین آمین. گوین خداوند، گوین قدر امکان، گوین خداوند دو دهنم باشه خداوند، گوین انشاءالله. آمین 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 آمین. الله اکبر. خدا شمارم سالای بسیار بسیار انشاءالله در این خانه خدمت رحمت خلق عزیز الحمدلله با بای خلق بفرخیم میشه خداوند. الحمدلله از ویران کردنش تا انتهاش یک جای هستن. الحمدلله به عدد شکر به خدا که من نیمی خداوند کاری ما انجام یافت. خدا اگر کچو قوت انشاءالله ادامه میتیم تا صحبت دیگر در پناه خدای عزیز و مهربان باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.